боҷу хироҷ нашрияи расмии Кумитаи андози Тоҷикистон 3 марти соли 2023 ду рӯйхати сафеду сиёҳи блогерҳои боинсоф ва блогерҳои бепарворо нашр кардааст. Дар рӯйхати сафеди блогерҳои боинсоф нашрияи блогерҳои ба қавли Кумитаи андоз бо виҷдонро баршумурдааст, ки худро расман дар мақомоти андоз сабти ном карда андозашонро сари вақт месупоранд. аммо дар рӯйхати сиёҳи блогерҳои бепарво اسم آنها وارد شده است که به نوشته باج و خراج تا حال فعالیت‌های بلاگری خود در اینترنت را در مقامات انداز رسما ثبت نام نکردند و از پرداخت انداز برای این فعالیت‌هایشان همچنان سرکشی می‌کنند. باج و خراج در روی خط سفیدش از جمله از رفائیل گلوف ستایش کرده است که سال 2022 برای فعالیت‌های بلاگریش 27600 سومونی انداز سپرده است. امین طور امیده پرسایوا برای بلاگریش سال گذشته در عموم 22900 سومونی، شایره پولاتووا 5000، منصورجان نگمادوف 22700 سومونی، سفینه غایبووا 20600 سومونی، گلنوزه میرووا بیش از 10000 و دلاور سفر 1500 سومونی انداز سپریدند. ولی پیشصفان در چمپیونات انداز سپری در بین بلاگرهای انفرادی یکی علیجان سفرov است که سال گذشته 31000 سومونی انداز سپریده است و یکی دیگر بهرام سعیدوف که در یک سال به مبلغ 135000 سومونی انداز سپریده است. باج و خراج همچنین چند شرکت قماربازی را نیز برای سپریدن اندازهایشان توصیف کرده است. از جمله شرکت برد نوروز در یک سال به مبلغ 114000 سومونی، شرکت کریمی به مبلغ 128000 سومونی انداز سپریدند. اما از همه بیشتر جلب توجه البته رویخط بلاگرهای بپروا میکند که نشریه باج و خراج در این رویخط سیاه اسم 29 بلاگر را برشمرده است که به عقیده مقامات انداز از پرداخت اندازهایشان سرپیچی میکنند. این رویخط بلاگرها و هنرمندان شناخته چون آوازخوان و شومن مبارز عثمانوف، بلاگر جانان اشورova، مشهور با نام جان لب، شاعر و راوی و شومن آرزو ایسایف، سعدی اسماعیلوف از گروه عربشاه، شریف همدمپور، میدیا مگنت و مؤسسه گروه رسانه‌های اویله، بیروز زیواروف، کانال تماشا، سیجان ایدیف، شکرخند، غالب موسویف، غالب شو که اخیراً در کلیپ یاسمن یاری کولابی نقش اساسی را اجرا کرده بود. همچنین بلاگران مشهور عثمان میرزا مرادوف یا تاجیکان شو، عظیم نظریف و باز چندین بلاگر و شومن دیگر را در بر میگیرد. کمیته انداز گفته است که این بلاگرها با وجود از جانب مقامات انداز بارها آگاهانیده شدند، آنها فعالیتشان را تا حال به قید دولتی نگرفتند. کمیته بلاگرها را هشدار داده است که برای ثبت نام خود به مقامات انداز مراجعه کنند، وگرنه قانونگذاری ساحه انداز مقررات دیگری را از قبیل مکانیزم‌های گذراندن کارهای نظارتی و تطبیق جریمه‌های مأموری تعیین کرده است. در همین حال آرزو ایسایف، شاعر و ژورنالیست و شومن تاجیک که نام او هم در رویخط سیاه کمیته انداز ذکر شده است، در صحبت با آزیا پلوس گفت این اشتباه است و در فعالیت او یگان قانون شکنی نیست. در تاجیکستان از سال 2020 مقامات انداز از بلاگر طلب کردند که خود را رسما همچون بلاگر ثبت نام کرده اندازشان را بسپارند. نشریه باج و خراج خبر داده است که تا 1 فوریه سال 2023 در کشور 60 بلاگر تاجیک خود را رسما ثبت نام کرده طی سال 2022 به بودجه دولت در عموم به مبلغ 1.3 میلیون سومونی انداز سپاریدند.